5 ینور سال 2023 راننده автомاشین تمغه اوپل زفیره احمد جانوف امیرجان سال تولدش 1998 ساکن شهر کونه بادام هنگام حرکت از سمت شهر مذکور به سمت شهر خوجند در راه ماشینگرد کونه بادام دیموی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار چپ راه автомاشین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل автомاشین زوکر و منظوره سال تولدش 2003 ساکن شهر اسفره دانشجوی سال سیوم کالج طبی شهر کونه بادام جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرفشن با عریضه زن 40 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 21 دکبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون 7 $100 امریکایی 890 سامانی و سر و لباس گوناگون زنانه و مردانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 4820 سامانی را تشکیل می‌دهد. همچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرفشن عریضه مرد 57 ساله ساکن همین شهر وارد گردید که 31 دکبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش درآمده از آنجا 2500 سامانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 60000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن شهر استرفشن همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت‌های دزدی در بالا ذکر شده دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.